امروز میخوایم داستان زندگی پسری را برای شما بگیم که یکی از عجیبترین ادعاهای بشری رو تا به امروز داشته. این پسر که در حال حاضر 21 سالشه و روسیه، میگه که قبلا بار دیگه هم به دنیا اومده، ولی نه روی زمین بلکه روی سیاره مریخ. بوریسکا پسر مریخی اینجوری میگه که تمدن مریخ در اثر انفجار اتمسفر از بین رفته و اون حتی در مریخی بودنش مأموریتی هم بر روی زمین داشته. پیشنهاد میکنم تا پایین ویدیو همراه ما باشید تا داستان این پسر مریخی رو با هم دیگه بررسی کنیم. داستان از این قراره که پسری به نام بوریسکا کیپریانویچ روسی که بین دوستان و خانواده‌اش او را به نام بوریس میشناسند به صورت کاملا جدی ادعا میکنه که در زندگی پیشین خودش در مریخ زندگی میکرده و حتی برای مأموریتی به قسمتی از کره زمین که امروز اونا مصر مینامیم سفر کرده. اون میگه که زندگی و تمدن بر روی مریخ وجود داشته و تمدن مریخی ها زمانی نابود شده که جنگ مهلکی با استفاده از اتمسفر به وجود اومد و در اثر اون تمام تمدن مریخ نابود شده. پسر مریخی میگه که تمام خاطراتش رو با جزئیات کامل به یاد میاره و میتونه تک به تک اونا رو تعریف و اثبات کنه. مادر بوریسکا خانم ناتشیا میگه که پسرش از 3 سالگی همواره ادعا میکرده که از مریخ اومده و حتی از بدو تولد فرزندش میدونسته که پسر اون فردی خاصه. ناتشدا حتی میگه که در طول روند به دنیا آوردن فرزندش دردی احساس نکرده و وقتی برای اولین بار بوریس رو بغل کرد نوزادش نگاهی همچون یک نوزاد به اون نداشته و همانند بزرگسالا به اون نگاه میکرد. این زن در ادامه صحبتش میگه که پسرش برعکس دیگر نوزادان تنها 2 هفته بعد از تولدش قادر بوده که سرشو نگه داره و حتی از 4 ماهگی به بعد هم میتونسته نشونه از تکلم از خودش بروز بده. بوریسکا تنها 1 سال و نیم داشت که توانایی نقاشی کردن و خوندن رو کامل فرا گرفته و از 2 سالگی به بعدم معلمان مهد کودکش رو مبهوت و توانایی شگفت‌انگیزش در فراگیری زبان‌های مختلف خارجی کرده بود. پسر مریخی از حافظه به شدت قوی خود برای یادگیری بسیاری از دروس به بهترین نحو استفاده می‌کرد. خانم ناتشا درباره پسر مریخی خودش میگه که گاهی اوقات بوریسکا به حالت نیلوفری که حرکتی ورزشی در یوگا میشینه و برای ما از زندگی در سیاره مریخ، سیستم سیارات و دیگر تمدن‌هایی که به چشم دیده بود صحبت میکنه. بوریسکا میتونست برای ما نام تمامی سیاره‌های منظومه شمسی و حتی تعداد اونها رو نام ببره. طبیعیه که بگیم برای ما در ابتدا دیدن این وضعیت ترسناک بود و فکر میکردیم که بوریسکا مشکل داره و خارج از کنترله، ولی تنها زمانی که تصمیم گرفتیم که به راستی آزمایی حرفای اون بپردازیم شگفت زده شدیم. برای اینکه متوجه حرفای اون میشیم چندین کتاب مختلف درباره ستاره شناسی تهیه کردم. با تعجب تمام دیدم که حرفای اون کاملا درسته و شاید حتی دقیق تر. بوریسکا ادعا میکنه که در سالی که اون متولد شده چندین هم نوع مریخی اون نیز متولد شدن و مأموریتشون هم این بوده که از یه جنگ اتمسفری بزرگ در مریخ جلوگیری کنن. بوریس میگه که در زمانی که به زمین سفر کردیم همچون یه نوجوان 14 یا 15 ساله زمینی بودیم و اغلب با دوستان برای مقابله با حملات هوایی به زمین میومدیم. من و دوستم میتونستیم در زمان و فضا در سفینه‌های گرد پرواز کنیم، از یک هواپیمای مثلثی میتونستیم زمین رو ببینیم. سفینه‌های فضایی مریخی بسیار پیشرفته و پیچیده‌اند. این وسیله‌ها چند لایه هستن و میتونن بر فراز تمام کهکشان‌ها پرواز کنن. پسر مریخی در توصیف هم نوعانش میگه که مریخی‌ها قدی حدود 2 متر و 13 سانت و 30 تا 35 سالگی دیگه رشد نمی‌کنن، پیر میشن و با دی اکسید کربن تنفس میکنن. او درباره خودش و سیستم بدنی بی‌نیازش به دی اکسید کربن میگه که وقتی در این بدن زندگی میکنم نیاز من اکسیژن و به دی اکسید کربن نیازی ندارم، اما به هر حال باید بدونید که اکسیژن باعث پیر شدن بدن میشه. پسر مریخی داستان ما درباره مرگ میگه که از اون نمیترسه و معتقده همیشه زنده است. اون میگه که مردمش زنده هستن اما به خاطر جنگی که بر روی مریخ پیش اومده بود در حال حاضر در اعماق زمین زندگی میکنن.